سلام به همراهان گرامی چنل فیزیک و تکنولوژی. امروز میخوایم تو این ویدیو به یک مطلب خیلی مهمی اشاره کنیم و در رابطه با اون بیشتر صحبت کنیم. تا حالا شده که کتابی رو شما بخونید و بخواید مجدد بهش سر بزنید، یعنی اینکه مطلبی رو شما یاد گرفته باشین زمانی که مطالعه کردین، اما خب یکی دو روز بعد اون رو یادتون رفته باشه و بخواید دوباره بهش سر بزنید. برای همه ما این اتفاق افتاده و نکته‌ای که وجود داره اینه که خب ما یک زمانی رو صرف کردیم اما هیچ یاد نگرفتیم. مشکل کار کجاست و در واقع قراره چی کار بکنیم؟ امروز تو این ویدیو میخوام به همین مشکل بپردازم و 3 تا روش مطمئن رو پیدا کردم. رفرنس های متعدد رو مطالعه کردم و در رابطه باش خوندم و این چیزی که قراره تو این ویدیو صحبت کنم چکیده همون رفرنس ها و مرجع‌هایی هستش که در رابطه باهاش مطالعه کردم. ببینید دوستان، امروز 3 تا روش مطمئن داریم که شما بتونید یادگیریتون رو راحت تر کنید. قبل از اون باید بگیم که خب آقایی هست به نام جیم کویک. جیم کویک یک شخصی است که متخصص یادگیری و حفظ کردن، یعنی یک کتابی هم در رابطه با این موضوع نوشته با عنوان بی حد و مرز یا لیمیتلس. اما خب تو این کتاب چی میگه یا در واقع چه کمکی میخواد به ما بکنه؟ آقای جیم کویک میگه که یعنی شما زمانی که این کتاب رو میخونید، به جای اینکه بیاین 8 ساعت درس بخونید، یعنی در واقع 8 ساعت مطالعه کنید، شما 2 ساعت مطالعه کردن میتونید به راحتی اون مطلبی که مد نظرتون هست رو یاد بگیرید. خب حالا سوال اصلی که تو این کتاب مطرحه اینه که زمانی که شما یک کتابی رو میخونید، مشکلتون تو عدم یادگیری این هستش که نمیاد از خودتون سوال بپرسید. یه ذره بیشتر براتون بازش میکنم. ببینید یک کتاب اگر یک مقدار حتی قطورتر باشه، این قطعا میتونه یک مشکل خیلی بزرگی باشه که من این کتاب رو بخونم و در انتهاش هیچ یادم نمیاد. مشکل کار اینجاست که از خودم سوال نمیپرسم. و چیزی که تو این کتاب به ما گفته آقای جیم کویک، 3 تا سوال هستش که ما در زمان مطالعه حتما باید اون رو مد نظر قرار بدیم و حتما باید از خودمون بپرسیم. اولین سوالی که مطرحه اینه که چطوری، یعنی چطور میتونم از اطلاعاتی که به دست آوردم استفاده کنم. برای مثال زمانی که شما میشینید یک مطلب یا یک سرفصلی رو میخونید، این مطلب جدید میاد با مطلب قدیمی به عنوان تکه‌هایی از پازل کنار همدیگه قرار میگیره و شما یک تصویری از یک در واقع بعد بزرگتری از اطلاعات رو توی ذهن خودتون خواهید داشت که این مطالب جدید در کنار مطالب قبلی میاد به عنوان پازل کنار هم قرار میگیره و به اصطلاح پیوست همدیگه میشه یا اینها رو منگنه همدیگه میکنه ذهن. و خب این در واقع تحقیقات هم ثابت کرده که نورون های عصبی تو اون قسمتی که شما مطلب رو خوندین و درش ذخیره شده بزرگتر و قوی‌تر میشه. یعنی چه زمانی قراره من از این مطالبی که الان خوندم استفاده کنم؟ ببینید دوستان، همه ما برام پیش اومده که 24 ساعت قبل از امتحان می‌بینیم که خیلی بیشتر درس می‌خونیم، تایم استراحتمون کمتره، تایم تفریحمون کمتره و بیشتر داریم مطالعه می‌کنیم و اونم دلیلش به خاطر اینه که خب فردای ساعت 8 صبح یا 10 صبح تایم امتحان ما خواهد بود. خب این یک حالت اضطرار و یک اضطرابی رو در ما به وجود میاره که ما رو ملزم می‌کنه که اون کار رو انجام بدیم. موضوع از همین قراره. این تکنیکی که اینجا مطرحه و آقای جیم کویک مطرح کرده این هستش که شما زمانی که میخواید یک کتاب رو بخونید یا اون مطلب رو میخواید بخونید، خودتون رو ملزم کنید که به اون حالت چه زمانیه قرار دارید. یعنی شما 1 ماه قبل از امتحان هم میتونید اون حالت رو برای خودتون ایجاد کنید و خودتون رو به اون حالت اضطرار برسونید که ملزم بشید مطلب رو بخونید. یعنی یک برنامه‌ریزی درست در یک جدول مشخص که آقا من بعد این قسمت مطلب رو بخونم و طی 1 ماه بارها اون رو تکرار کنم که حالا در زمان امتحان رو فراموش نکنم. سوال بعدی که مطرحه چرا میخوام مطلبی که الان دارم رو حفظ کنم؟ ببینید دوستان، من اگه ملزم به خوندن یک کتاب نباشم، خب هیچ وقت نمیام کتاب رو بخونم. اینکه من میام یک کتابی رو میخونم یا قسمتی از مطلبی رو حفظ میکنم، دلیلش برای اینه که یک چرایی پشت اون داستان وجود داره. برای مثال شما استادتون گفته که این قسمت از این مطلب و سرفصل این کتاب قراره تو امتحان بیاد. خب این چرایی شما رو مجبور به این میکنه که حتما اون قسمت رو یادداشت برداری کنید و در رابطه باهاش بیشتر بخونید. یعنی که خودتون زمانی که مطالعه میکنید به خودتون میگید که این نکته قراره تو امتحان بیاد. این چرایی داستانه به ما این امکان رو میده که بتونیم اون یادگیری خودمون رو افزایش بدیم. و اما تکنیک بعدی تکنیک تکرار فاصله دار هستش. ببینید دوستان، این تکنیک آقای هرمن
در واقع مطرح کرده و اونم به این معنا هستش زمانی که من میام یک مطلبی رو میخونم و یادش میگیرم، بیام چیکار کنم 6 ساعت بعد از اون زمانی که من یادگیریمو شروع کردم مجدد به اون مطلب مراجعه کنم و مجدد از اون که 6 ساعت مراجعه کردم 24 ساعت بعد این کار رو تکرار کنم. بعد بیام 1 روز بعد، 3 روز بعد، 7 روز بعد و در نهایت برای مثال 14 روز بعد هم بیام مجدد تکرار فاصله دار انجام بدم و مجدد اون مطلب رو تکرار کنم و یادگیریمو بهتر کنم. ببینید دوستان، این یک تکنیکی هست که با توجه به این بازه‌های زمانی که تعریف میشه، ذهن میتونه اون مطالبی که قبلا خونده و یاد گرفته رو مجدد برای خودش مرور کنه و سپردنش به حافظه شما بهتر میشه. و اما تکنیک سوم که برای آقای ریچارد فایمن هستش. آقای فایمن دانشمند معروف فیزیک که اصطلاحاً فیزیک کوانتوم هم هست، یک تکنیک خیلی خوبی ارائه داده و اونم تست هستش. یعنی زمانی که شما یک مطلب رو میخونید و یاد میگیرین، بیاید اون رو به شخص دیگه توضیح بدین و ببینید اون شخص میتونه اون چیزی که شما توضیح میدین رو درک کنه. یعنی اون توضیح شما انقدری مفید بوده که اون شخص بتونه متوجه بشه. به این معناست که اگر اون شخص تونست درک کنه، یعنی شما خودتون متوجه اون مطلب بودین، یعنی کاملا مطلب رو درک کردین و یادش گرفتین. که این خودش شامل 4 بخش میشه. بخش اول اینه که اول از همه شما باید خودتون بشینید درس بخونید. یعنی چی؟ یعنی اون مطلبی که میخواید ارائه بدین رو قبلش بخونید، کامل یاد بگیرید. مرحله دوم این هستش که بیان برای شخص دیگه توضیح بدید. برای مثال اگه شما 18 سالتون باشه، شما باید بیاید این مطلب برای شخصی که برای مثال 15 ساله هستش و هیچ در واقع چیزی در رابطه با اون مطلب نمیدونه رو بیاین توضیح بدین بهش و اون بتونه درک کنه. زمانی که اون شخص بتونه درک کنه، طبیعتا شما در واقع تونستی خودتون مطلب رو درک کرده باشید. اما بخش سوم چیه؟ یعنی مرحله سوم از این 4 مرحله این هستش که بیایید باگ‌ها و مشکلات رو شناسایی کنید. ببینید دوستان، زمانی که من میام یک مطلبی رو میخونم و ارائه میدم، اونجا متوجه میشم که مشکلات من کجا هست. یعنی این بخش یا این خطی که دارم توضیح میدم، یه نکته‌ای رو خودم هم تو این خط متوجه نشدم. این دقیقاً اشاره به همون باگ و مشکلات داره. شما میایید اون باگ ها و مشکلات رو در واقع یادداشت میکنید و مرحله 4 بعد بیاید تمام این پروسه‌ای که از اول خدمتتون توضیح دادم رو تکرار کنید. یعنی من باگ ها و مشکلات رو نوشتم، میام مجدد تو مرحله اول اون رو میخونم، حلش میکنم، مشکل مجدد ارائه میدم به طوری که اون شخص مقابل بتونه به طور کامل درک کنه و اگر باز باگ یا مشکلی باشه، میام تو مرحله سوم اون رو در واقع میشه گفتش که یادداشت میکنم و حلش میکنم. این پروسه به صورت یک سیکل میتونه ادامه پیدا کنه و شما بتونید ازش در واقع تو بحث یادگیری خودتون استفاده کنید. امیدوارم که این نکات و مطالبی که خدمتتون عرض کردم بتونید ازش استفاده کنید. حالا اگر دانش آموز هستین، برای شب‌های امتحان و حتی ماهای قبل از امتحان بتونید ازش استفاده کنید که یادگیریتون رو بیشتر کنید. و اگر دانشجو هستین، طبیعتا بتونید تو حوزه حالا درس هایی که داریم و امتحاناتی که پیش رو داریم بتونید ازش استفاده کنید. اگر از این مطلب خوشتون اومد، ممنونم لایک کنید، کامنت بذارید، سابسکرایب کنید. براتون آرزوی موفقیت دارم.